تربیه میگیرد. فردوسی میگه زنها را بس است یک هنر، بشینند در خانه و زاین شعران نر. وظیفه شما همون تولد کردن فرزند است. می فرزند خوشرو کن، تربیه کن. خوشرو انشاءالله خونونش، خوشرو پوشونش انشاءالله اخلاقت. قدمالا کرده خونه و بیجانو ریحانه خون ندیده بیچاره، قدمالا درمش نخورده. من یک خانه دورمدم مهمانی بینن، بیچاره مهمانی کلیدی صندوقچه و یک گم کردن خنده کفته سادیان پیش ملاس خند برده گو خند نیست. یک محل خیلی گوشه یک دو لیکاچه خند آردم، بیچاره و کودکا گل گاری پایسته سادیان. من خیلی تلینکچه گرفتم پرت افتمش. آدم خاله جان اول نکا سرکه بیچاره یکا انو کودککات بیچاره قدمال گفته چشمش دو میزنه. من اون برکه با چی بگم اینو آی خوردن مردیان دوملا مردیان اینو با همین سر نبکنن بیچاره نخورده. و اگر سر میبود خدا خواهد نگاه نمیکرد و خنده. و از بزرگکات خندکات کلاش کتی بیا در نزد فرزندکات مون. از اون میوه ها سرش کنون خدا خواهد و تربیه کنون. با یک چیز یاد گرفتن امروز زنها وقتی که کودک تولد میکرد است بین یک ماه دو ماه کودک میبراد است از شیر. میدانین با چی میفتن یک شیار اوزرو فیگورم ویرون میشود. این بچه را مکونده نیست زنه مردک برو ملیش بیار. وای ملیش بوزایی شیر گاوی بوزایی خدا خودم گاو بوز میشه. قرآن 2 سال شما را برای شیر دادن امر میکنه. امروز من میگم گاو از انسان بهتر شده است. باور میکنن انا مردکاش دیان باشد گاوش بچه که نگن میگه 3 ماه که زنن نجوشش که وای بخرد سیاکاش بوتونشا پلی ناز میره. این انسان که تولد میشه تیز برارش با چی میگم من خاره نمیمونم. تو وظیفه وظیفه تو 2 سال اگر شیر ندی پیش خدا جواب میدی انشاءالله خدا خواهد. 2 سال شیرخوارگی حق دارد کودک. 2 سال انصاف که خدا خواهد. شیر مادر میگد قرآن خدا هم بسیار شفا بخش است، بسیار برای غذای معنوی و همه اعضاش بود میشد. چون ناموس میکنی از بچه کرد. شما خدا برای یک انسان آفریدگی است که برای 10 انسان نیکو و برای شوهرت خوش میشه. زیباگی را برای شوهرت که انشاءالله خدا خواهد. با شما بود صدای خدا. آمانه شدن را فراموش نکنید.